در عصر 21 فرزند تاجیک، فرزند نبیره رودکی، نبیره کمال خوجندی، اولاد سینا، اولاد سعدی و حافظ با تاجیکی نوشته نمیتونن. شما سری من گرنگ نکنید. بیسوادی را شما امر تقدیر میسازید. کدام تقدیر؟ تقدیر خداوند میسازد. درست است؟ تقدیرساز خداوند است. همون خداوند در قرآن عظیم الشأن میگوید که نزد من کسانی که فکر میکنن با کسانی که فکر نمیکنن برابر نیستند. شما ببینید در احادیث نبوی درباره جستجو و علم برداشتن و علم گرفتن، سواد گرفتن، ما نصفی از احادیث نبوی درباره فرا گرفتن علوم است. چرا امروز شما میگید که امر تقدیر نیست؟ تقدیر در جای خودش مانید. همون تقدیر ساز ما را دعوت میکنه، میگه که چی؟ اتدبرون القرآن. آیت هست اتدبرون شما در این قرآن تفکر کنید. شما اگر قرآن خواندن نمیتونید، سواد ندارید، چه شما صاحب فکر میشید؟ تدبر این چی؟ تفکر است، فکر کردن در کار. راستی گپ کمتر علم میکنه. علم اولاد کیم؟ ای برادرها، چندین ساله که قبل یک عصر دو عصر پیشتر نماینده های ما و شما، اولادای ما و شما ستاره های علوم دنیا بودن، ستاره بودن. ما و شما سردفتر علم بودیم، یعنی اولادای ما و شما. یک ملت بی فکر شدیم، یک ملتی دور از فکر شدیم برادرها. دور از فرهنگ شدیم، دور از دین شدیم، دور از ایمان شدیم، دور از درس شدیم، دور از خواندن شدیم. به همین حال رسیدیم. این عیب هیچ کس نیست، عیب خودمان است برادرها.